سلام خدمت دوستان عزیز. اومدیم امروز یه پادکست بگیریم، یه جمعه کاملا دوستانه و یه گفتگوی خیلی خودمونی دیگه، بیشتر برای اینی که از دیدگاه هم و اون چیزی که نسبت به هم میدونیم شناخت بیشتری داشته باشیم. اوکی، برو بریم. چه خبر متین؟ سلامتی. چیکارا میکنی؟ روزمرگی همیشه. خیلی عالی. آقا یه موضوع این چند وقت بود خیلی ذهنمو به شدت درگیر میکنه. به نظرت چرا اون کسایی که بیشتر از همه میدونن جاشون همیشه اون پاییناست، اون کسایی که هیچی نمیدونن جاشون اون بالا بالا هست؟ یعنی بیشتر برمیگرده به جنبه فرهنگی خود مردم که یه همچین چیزی رو میپسندن یا نه یه چیز طبیعیه توی جامعه؟ خب من دوست دارم بحثمون رو با یه شعر شروع کنم که اگه اشتباه نکنم از کلیم کاشانی. میگه که اگر غم را چو آتش دود بودی، زمین تاریک ماندی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. من فکر کنم میتونیم این مسئله رو از خیلی جهات بررسیش کنیم. اگه بخوام یه مثال بزنم که حالا دقیق‌تر بشیم روش، میتونیم این فضا مجازی رو در نظر بگیری که توش کسایی که مثلا استعداد یا هنری ندارن خیلی خوب دیده میشن، ولی خب اونایی که حالا یه چیزی بلدن، یه چیزی حالیشونه رو زیاد نمیتونن توجه جلب کنن، زیاد نمیتونن بازدید بگیرن. این خودش به دلایل خیلی زیادی تقسیم میشه، ولی خب اگه بخوام یه دونش رو بگم اینه که ما مثلا وقتی که اقتصاد کلاسیک رو میخونیم، وقتی که مثلا ثروت ملل آدام اسمیت رو میخونیم، توش میگه که مثلا انسان یه موجود خیلی عقلانی و منطقیه که همیشه دنبال اینه که بهترین منافع یا اون حد اکثر منافع رو بتونه کسب کنه. ولی خب وقتی فضا مجازی رو نگاه میکنیم ما اینو نمیتونیم ببینیم، میبینیم که مردم خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم رفتار میکنن. خیلی وقتا ما انتظار داریم مردم یه مسیر رو مستقیم برن، خب ولی خب اینجوری نمیشه. وقتی که یعنی رو کاغذ مثلا شما میشین رو ترسیم میکنی، بهش فکر میکنی، میگی که خب این درسته، پس مردم به سمت این میرن، ولی خب تو واقعیت کاملا با این فرق میکنه. اینو میتونیم از جنبه روانشناسیش در نظر بگیریم و از جهت فرهنگیش که شما گفتیم میتونیم در نظر بگیریم. دلایل خیلی زیادی داره، نمیشه یک عامل یا یک دلیل رو به خاطر این معرفی کنیم. میفهم چی میگی، حرف تو کاملا فهمیدم، ولی چیزی که اینجاست آخه خب چطور بگم، تو فضا مجازی همونجور که خودت گفتی، خب چرا واقعا اینطوریه؟ هر چقدر مسخره تر باشی این وسط، هر چقدر بانمکتر باشی یا دلغکتر باشی، بیشتر مورد پسند بقیه، بیشتر برات کامنت میاد، بیشتر میگن که اوکی ادامه بده کارت خوبه یا اینا. یا از اون طرف برعکس، تو در هر زمینه فعالیت کنی و به هر حال چیزی از خودت باشه این وسط، یک کار خیلی خفن از خودت باشه، نمیدونم هر چیزی باشه، زیاد مورد توجه قرار نمیگیری. به نظر تو درصد بذار، چند درصدش رو میتونی بذاری برای فرهنگ خود مردم، چند درصدش رو میتونی بذاری برای عادی بودن این چیزی که تو اجتماع هست جا افتاده و کلن یه چیزای دیگه؟ و به نظر تو چیزی هست که یعنی این مسیر داره به کجا میره؟ تهش اینه که اوکی تخصصگرایی داره کشته میشه، یعنی تخصص داره چی میشه این داستان تو این مسیر؟ پس تکلیف اینا چی میشن؟ خب اول قبل از این کالون درصدی که گفتی رو اعلام کنم، اینه که ما نمیتونیم منکرین بشیم که این چیزایی که دیده میشن برای حالا یه عده کثیری جذابیت داره. حالا البته بحثی داره که جذابیت از دید شما چه باشه، از دید من چه باشه، ولی خب میتونیم بگیم این چیزایی که دیده میشه، وایرال میشه، اونایی که میان بالا، چیزایی که میگن یا کارهایی که میکنن برای طیف زیادی از آدما جذابیت داره. خب این جذابیت هم همیشه یا خیلی وقتا چیز مثبت یا خوبی نیست. یعنی
نمیتونیم بگیم چیزی که مردم دارن بهش جذب میشن یه چیز خوبیه. نه، خیلی وقتا چیزی که مردم دارن سمتش میرن چیز اشتباهیه، ولی خب این چیز جذابه برای مردم. اونجوری که حالا اون عقیده رو اون چیز رو معرفی میکنن برای مردم جذاب و جالبه، برای همین میرن سمتش. به نظر من اون موقع کسی فکر نمیکنه که خب این چیزی که من دارم میرم دنبالش یا اینی که دارم فالو میکنم یا این حرفی که مثلا فلانی زد منطقی درست، بیشتر اون جذابیت هست که مهمه. یعنی حتی میتونیم به جای اون فرهنگی که شما گفتی جذابیت رو بذاریم. این چیزا ذاتاً جذابن و نمیتونیم اینم قبول نکنیم که ذات بشر کلاً یه جوریه که به سمت بدی و چیزای بد خیلی بیشتر جذب میشه تا به سمت چیزای خوب و مفید. به نظر تو واقعا همینطوره؟ از چه لحاظ؟ از ذات؟ بله. آره، به نظر من تأثیر داره که مردم سمت چی جذب میشن. آره. چطور میتونه تأثیر داشته باشه؟ خب شما قبلا چطور بوده در طول تاریخ و الان چطوره به نظرت؟ و در قالب امروزی چطوره؟ در قالب اون زمانها چطور بوده؟ خب زمانی که مثلا شما سیگار میکشی نمیدونی که دقیقاً چه تأثیری روت میذاره. شما میدونی که این برای بدن مضره، ولی خب چون اون ضررش رو همون لحظه حس نمی‌کنی، همون لحظه نمیبینی، برای زیاد مهم نیست. یه سری جذابیت هم داره که بهش جذب میشی. اگرم بخوام مثلا یه مثال از توی تاریخ براتون بزنم، توی روم باستان مردم رو با ورزش و غذا سرگرم می‌کردن چون اینا براشون جذاب بود و حالا اون نمی‌دونستن پشت پرده سیاست کشور داره چه اتفاقی میفته. اون تأثیر آنی این چیزی که الان دارن استفاده میکنن نمیتونستن ببینن، ازش لذت میبردن، براشون جذاب بود، براشون خوشایند بود. معمولا اینطور چیزا بسته‌بندی خیلی خوبی داره، خوب پکینگ میشه برای مردم، جذاب بسته‌بندیش چه جوریه. حالا اون زمان تو کلوسیوم حالا غذا بوده، امروز تو فضای مجازیه. تو هر برهه‌ای از زمان میتونه یه چیزی باشه. دقیقاً. ولی خب چیزی که همیشه ثابته به نظر من اینه که این وسط مردم ضرری که میکنن رو نمیتونن ببینن، اون چیزی که دارن از دست میدن رو آنی نمیتونن ببینن، برای همین ادامهش میدن، برای همین به اون سمت جذابیت جذب میشن، برای همینه که به اون حالا چیز قشنگی که میبینن، چیزی که از لحاظ خودشون قشنگی جذب میشن. همش محدود میشه توی ترشح دوپامین. آره خب از لحاظ اون لذت رو اگه بخوام در نظر بگیریم به دوپامین و اکسیتوسین ربط داره، دو تا از هورمونایی که توی مغز ترشح میشه. گرفتم. پس زمانی که خودت هم کتاب میخونی در واقع داره در مغز دوپامین ترشح میشه. آره. قبل از هر چیزی بذارین یه چیزی رو بگم. من و متین خیلی وقت هم رو میشناسیم و تقریبا چند سال الان؟ فکر کنم بالای 7-8 سال بشه. 7-8 سال. آره. بالای 7-8 سال هم رو میشناسیم و تو این چند سال اخیر به شدت کتابخون شده. یعنی تو این 2-3 سال اخیر به بعد خیلی کتابخون شده، برعکس من از اون ور هر چقدر فیلم میبینم، متین از اون ور هر چقدر کتاب میخوند و یادمه همیشه هم میگفت به 50 تا کتاب رسیدم میخوام همه رو دعوتی کنم، همه رو دعوت به یه دعوتی دبشو از این طور چیزا، هیچ وقت خودم نمیره. و الان تقریبا چند تا کتاب خوندی خودت؟ یعنی به چند تا رسیده؟ الان تازگی نشمردم ولی فکر کنم نزدیک 400 تا شده باشه. 400 تا کتاب. فاک. 400 تا کتاب. من تو خوابم نمیتونم اونقدر کتاب حتی داشته باشم چه برسه اینکه بخونم. ولی چیزی که این وسط هست، هیچ وقت نتونستم با کلمات کتاب ارتباط برقرار کنم، ولی جدیدن شروع کردم. همون کتابی که خودت پیشنهاد کردی و یکی از دوستان شازده کوچولو، حالا ببینم ارتباط میگیرم یا نه. صفحه 12. به نظر تو نیون کلامت، من خودم خیلی بیشتر فیلم میبینم تا اینکه کتاب بخونم و از اونجایی هم که هیچ وقت تو درس و مرس، یعنی همیشه هم میگم به غیر از 7 چیز دیگه بهم نمیدادن، دل خوشی از کتاب هیچ وقت نداشتم حقیقتش تو درس و مشق و اینطور چیزا.
یعنی از اونجا انگار تو ذهنم حکاکی شده بود که آره از کتاب یه چیز بد تو ذهنم حکاکی شده بود و اینا. به خاطر همین بیشتر سمت فیلم و یه همچین چیزایی رفتم و 100% این در من یه ضعفه. به نظر تو چه ویژگی کتاب داره که فیلم نداره؟ زمانی که تو یه چیز رو میخونی همون لحظه تصورش میکنی. یعنی مثل فیلم نیست که یه چیز آماده بذارن جلوت و تو حالا نگاه کنی و حالا ازش لذت ببری. تو زمانی که کتاب میخونی اون خطی که داری میخونی تصور میکنی پیش خودت، مجسمش میکنی، حتی شاید خودت جای اون شخصیت ها میذاری، تجربه‌ای که داشتی که با اون کتاب هماهنگ بوده رو مرور میکنی. یه فعالیت ذهنی این وسط، چیز منفعلانه نیست که تو فقط بشینی بخونی تموم بشه. این وسط یه سری حالا مراحل شما طی میکنی که لذت بخشه. البته در مورد این که گفتی که فیلم برای شما ضعفه، من قبولش ندارم. بستگی داره که شما از اون فیلم چجوری استفاده میکنی. اگه باعث بشه شما چیزی یاد بگیری اتفاقا خیلی هم خوبه. لازم نیست مثلا همه کتاب خون بشن. شاید یه نفر با فیلم دیدن یه چیزی یاد میگیره، یکی با خوندن، یکی با تجربه کردن، یکی با صحبت با این و اون. اصل کار به نظرم اون یادگیری است که شما به یه طریقی بتونید چیزی یاد بگیرید. دقیقاً منظور منم دقیقاً به همین بود که خب منم اگر بیشتر سمت فیلم جذب می‌شدم به خاطر این بود که اگر مثلا یه بابایی توی فیلمی یه دیالوگی میگفت شاید بیشتر جذبش میشدم. یعنی اینطور بود که من بهش فکر میکردم و منو واقعا به اندیشه میبرد. آره خب مثلا اون سری فیلم ناپلئون رو که شما دیده بودید بحث می‌کردیم، من کتابش رو خونده بودم. دوتامون مثلا یه نکته ها رو میفهمیدیم، دوتامون یه چیزو تقریبا دیده بودیم و خب اون پوینت داستان، اون نکته داستان دوتامون تقریبا فهمیده بودیم. شما با یه روش، من با یه روش دیگه. همین خیلی جالب بود. متین کتاب ناپلئون رو خونده بود، من جدیداً فیلمی که ازش منتشر شده بود رو دیده بودم. خیلی باحال بود که وقتی راجبش حرف میزدیم و اینا جملات هم رو کامل میکردیم نسبت به اون داستانی که اتفاق افتاده بود و اینا. و آره خب معمولا توی سینما و کلن به خاطر حالا چه میدونم بیزنس و مارکتینگ و اینطور چیزا میان یه صحنه هایی استفاده میکنن از یا یه خورده داستان رو میپیچونن که یه خورده جذابتر به نظر بیاد برای مخاطب. خب به هر حال مجبورم هستن دیگه، طرف اینقدر هزینه کرده. ولی تو کتاب به نظرم خیلی اون واقعیت رو میشه بیشتر دید تا سینما. تا حدودی میشه اینو گفت، ولی خب باز هم شما نمیتونی نویسنده رو پیدا بکنی که زمانی که یک چیز رو می نویسه، مثلا این توی تاریخ نگاره خیلی بیشتره که سوگیری نداشته باشه، خیلی مثلا خالصانه بتونه بنویسه. هیچ کسی واقعا نمیتونه ادعا بکنه که وقتی که داره در مورد یک شخصی می نویسه نظر شخصی خودش رو، عقاید خودش رو، دیدگاه خودش رو قاطی اون نوشته نکرده. این توی کتاب هم هست، توی نوشته هم هست، ولی خب ممکنه کمتر باشه. چه باحال. الان من متوجه این شدم که هر نویسنده راجع به هر چیزی می نویسه پس از دیدگاه خودشه، یعنی از اون پس میشه از واقع دور باشه. آره ممکنه. ما یه جمله داریم که میگه تاریخ رو فاتحا نوشتن، کسایی که پیروز اون نبرد شدن تاریخ رو می نویسن، نه کسی که اون نبرد رو باختن. جالب شد. اوکی. عجیب ترین خاطره که با من داری چی بوده؟ آزادی که هر چی که خواستی رو بگی. فکر کنم اون سفری که رفته بودیم تهران اگه اشتباه نکنم از مدرسه از طرف مدرسه برای اردو ما رفتیم به تهران، توی دوران راهنمایی بود فکر کنم، کلاس 8 بودیم. کلاس آره یعنی 8 رو رد کرده بودیم و میخواستیم بریم تو 9. از اون طرفش هم خیلی چیز بوده. آره یه اکیپی داشتیم، کلا با اون اکیپ بودیم. خب عجیب ترین چیزش چی بود؟ کلا اون تجربه که اونجا داشتیم، حالا اون
فضایی که توی بودیم بهش عادت نداشتیم واقعا، تا الان چیزی تجربه نکرده بودیم، برای همین به نظرم عجیب و جالب بود. خب آره، خب مثلا اون اینطور بود که وسط تابستون تو فضای گرم خونه یا گفتن اوکی یه اردو از این طور چیزا، ما هم با توجه به چیزایی که بچه‌ها سال قبلش گفته بودن هیچ ربطی به اون نداشت میگفتن اوکی بریم استخر هست و یه همچین چیزا، یه جای خیلی دبش و اوکی. ما میگفتیم اوکی چی بهتر از این. آقا رفتیم دیدیم کلا زمین تا آسمون فرق داره داستان، یعنی کلا همه چی فرق داره. اون کلا که از سری محدودیت ها که اونجا بود که هیچ، روزی 3 کیلو فقط ما کافور میخوردیم فکر کنم. خیلی جای عجیبی بود، ولی چرا از هر چیزی خاطرات خیلی خوبی رو برامون گذاشت. تو کلاس چطور بود؟ چه خاطراتی داری که میتونی بگیش به نظر؟ تقریبا کل خاطرتون تقلب به غیر از اون تقلبا سر کلاس فکرم آقا مصطفی بود، مچی جواب میدادم نمیشنید، تو گفتی از شنید. وای متین تو کلاس از اون آدم ها بود که زیاد صداش در نمی اومد و سمت دیوارم نشسته بود. من یعنی فکر کن این متینه این من. بعد اینطوری بود که معلم یه سوال میپرسید هیچ کس نمیشنید که مثلا اوکی متین هم داره این وسط جواب میده، معلم سوال میکرد همه بچه ها جواب میدادن، متین هم مثلا یه چیزی میگفت، منم معمولا چون نمیدونستم هیچی نمیگفتم، اینطور فقط نگاه معلم میکردم. چون متین جواب میداد نمیشنیدن، من همون جواب متین رو بلند میگفتم و همه چی به نفع من تمام میشد. ولی خداییش بخوام بگم با اینکه حالا 3 سال دبیرستان و بیشتر از هر دوران تحصیلی دوست داشتم، از دبیرستان که فارغ التحصیل شدیم به این ور قشنگ میشه گفت یه سری چیزا مثل ادبیاتم یا مثل خیلی از چیزام قشنگ رفته تو دیوار. به نظرت فقط به خاطر اینکه مطالعه ندارم؟ به نظرت فقط به خاطر اینه که نیاز به مطالعه است که بشه مثلا قدرت مکالمت بین دوستات، قدرت اون کانورسیشن که بین بقیه تو ایجاد میکنی قوی بشه، نیاز به مطالعه است؟ یا خودش مثلا اینی که تو اجتماع باشی کارت را میندازه؟ به نظرم ما اشتباه میکنیم که مدرسه رو با یادگیری قاطی میکنیم. شما ممکنه بری مدرسه ولی هیچ یاد نگیری، ممکنه که نری مدرسه بری یه جا دیگه ولی خب کلی چیز یاد بگیری. اصل و مهم اون یادگیری. حالا مهم نیست که این یادگیری تو مدرسه است، توی یه کارگاه، توی محیط کار، توی محیط خونه است، اصل اون یادگیریه. گفتم که شما ممکنه مثلا بری مدرسه خب هیچ یاد نگیری، هیچ یادت نمونه، شاید چون چیزی که یاد میدن برات مهم نباشه، علاقه ای نداشته باشی. چیزی که هست اینه که ما باید دنبال یادگیری بریم. حالا این یادگیری رو هر جایی میتونیم پیدا کنیم. اینی که به نظر من مهمه. جالبه. ولی خب قبولم داری بی تأثیر نبوده این مدرسه؟ ما شاید اون موقع مجبور بودیم که یه سری کارا رو انجام بدیم، برای همین چیزا 100%. خب یه سری چیزایی رو رشته هر دومون ما انسانی بود، چیزایی که توی درس‌های مثلا جامعه شناسی ما میخوندیم قشنگ هیچ ربطی نداشت. آره تقریبا چیزایی که میخوندیم زیاد مهم نبود. آقا مثلا میومد چیز اینطور بود که یه درس 2 درس رد میشد، بعد درس سومی یهو میپرسید افراد ناسیونالیست و از این طور چیزا، بعد ما یهو به خودم ناسیونالیست دیگه چیه؟ این اصلا توضیح داده نمیشد و انگار چیزی بود که اوکی از قبل باید یه چیزی خودت میدونستی و اصلا حال نمیکردم با این موضوع. ولی با این که من خودم از جمله آدمایی بودم که با درس جامعه شناسی حال میکردم. میگم که ما مجبور بودیم اون زمان سر یک کلاسی بشیم، حالا خواسته یا نخواسته چیزا رو متوجه میشدیم، ولی خب
اونقدر که بتونیم بعد ازش استفاده کنیم یا به دردمون بخوره یا برامون خوب باشه نتونستیم واقعا چی یاد بگیریم. مثلا حالا گفتی من کتاب میخونم، شاید فکر کنن که مثلا من آدم درس خونی هم بودم. نه، من درسم متوسط ولی خب به مطالعه علاقه داشتم، برای همین کتاب میخونم. چیزی که من الان مثلا دمش صحبت کردم و توش کنم از کتاب مدرسه یاد نگرفتم، از مطالعه آزادی که داشتم یاد گرفتم. دقیقاً یادمه قبل از درس دادن معلم متین همه چی خودش تالیش بود، همه تو نگاش میکردیم چته تو همه چی یادته. خب همه چی برام سوال بود، چرا یه پیج نمیزنی از هر کتابی که میخونی یا هر حالا مطالعه که میکنی نظر خودت و تحلیل خودت رو بذاری توی اون پیج؟ خب من حس میکنم این کار مستلزم اینه که شما یک وقت خیلی زیادی براش بذاری و این منو حالا از اون مطالعه که دارم دور میکنه. یه جوری نمیتونم برای هر دو تاش وقت بذارم یا ممکن مثلا اون سرعتی که الان تو کتاب خوندن دارم رو کم بکنه، برای همین شاید تا الان انجامش ندادم. ولی خب یه سری خوبی ها هم داره، حالا با تمام این بدیایش که حالا چه من و تو با بقیه ازش خبر داریم، یه سری خوبی ها هم داره. آدم همرنگ خودت رو بیشتر میتونی پیدا کنی، یعنی ناخودآگاه وقتی یه همچین صفحه تو بزنی با یه همچین تایتلی، همچین آدم هم جذبت میشن دیگه، میتونی همچین آدم رو بیشتر پیدا کنی، بیشتر راجبشون حرف بزنی و به نظرم این خودش خیلی چیز جالبی میتونه باشه. آره خب این درسته. مثلا من و تو که 7-8 ساله با هم رفیقیم به خاطر اینکه یه سری مشترکات خیلی زیادی داریم و حالا مثلا ما دوباره به کسایی جذب میشیم که مشترکات ما رو دارن، مثل ما خصوصیت ما رو دارن. وقتی شما همچین کار میکنی، آره کسایی که خصوصیت و مشترکات شما رو دارن دوباره به جذب میشن. خب پس انجامش بده. فعلا شاید جزء برنامه‌ام نباشه، شاید در آینده. خب بذار ببینیم نظرت راجع به این فعالیت من توی این چند وقت، نمیدونم چند سال، 3 ساله 4 ساله، نمیدونم واقعا چطور بوده؟ از چه لحاظ منظورته؟ کلا از لحاظ کلی دارم میگم، به نظرت چطور بوده؟ و اینکه اگر نقدی انتقادی داری اینم بگم شاید خیلی جالب باشه. من قبل از اینی که فعالیتی رو انجام بدم توی حالا اینستاگرام برای مثلا تولید محتوا، برای چه میدونم ساخت آهنگام و نمیدونم گیتار و یه همچین چیزا، هیچ پیجی به اسم خودم نداشتم، یعنی اصلا علاقه نداشتم فعالیتی بکنم به هیچ عنوان. قبل تراش بله بوده، تو سنای 15-16 سالگی اینستاگرام رو داشتم و از یه زمان به بعد کلن اصلا به سمتش نمی رفتم و حذفش کرده بودم و از موقعی که رفتم توی این مسیر من این رو حالا نصب کردم و تصمیم گرفتم فعالیتم رو انجام بدم. به نظرت خب این فعالیت داره به کجا میره و چطور میتونه تمام بشه و اصلا باید تمام بشه؟ چطور این داستان؟ فارغ از اون چیزی که حالا ارائه میدی، چیزی که شاید ذهن منو به خودش مشغول میکنه اینه که حالا به خاطر همون بحثی که اولا گفتم نمیتونی انتظار داشته باشی که اونقدر مردم حمایتت بکنن. شاید اصلا که در یک خودم من پیج نمیزنم همینه، نمیتونی انتظار داشته باشی که مردم خیلی حمایتت بکنن. کار سختی هم نیست ولی خب اینا چیزایی که برای عده خیلی کمی جذابیت داره. الان مثلا معروف ترین یا مثلا بهترین نوازنده گیتار زنده دنیا کیه الان تو سبک خودت؟ ویسنت آمیگو. خب اینستا داره؟ بله. خب چقدر فالوور داره؟ چه میدونم. یه زمانی من یادم بود چند 400,000 تا بود ولی الان 100% بیشتره، خیلی بیشتره، باید بیشتر باشه، نمیدونم. اوکی. خب الان مثلا کسی که توی سطح مثلا بین‌المللی انقدر کارش خوبه
و میگه مثلا تاپ 10 از همه بهتره، مثلا اینقدر فالوور داره تو کل دنیا. چند تا جمعیت داریم؟ تقریبا 8 میلیارد نفر. نمیشه انتظار داشت که مثلا مردم از هنر یا از اینطور چیزا خیلی حمایت بکنن، مثلا حالا تو شرایط فعلی کشور خودمون تو ایران با این موضوع که داریم باید اراده خیلی قوی داشته باشی که باز فعالیت تو ادامه بدی و فارغ از اون نتیجه که میگیری بازم کاری که دوست داری انجام بدی. باید هم اراده خیلی قوی داشته هم به چیزی که داری انجام میدی واقعا علاقه داشته باشی که بتونی همینطوری ادامهش بدی. و من این علاقه و این اراده رو تو میبینم. حتی به نظرم اگه نتیجه که میخواستی رو نگرفتی بازم ادامه بده. دمتم گرم. جدیدن یه مجموعه رو دارم راه میندازم، یعنی یه سری ویدیوهای کمدی دنباله دار به اسم زندگی موزیسین. آره دیدم. نظرت راجع به اون چیه؟ و اینکه جالب بود برام. میگم که حالا با اینکه توی این مسیر من این 4 سال که حالا فعالیت رو شروع کردم و اینا، علاوه بر اون گیتاری که حالا من آموزش میدیدم و اینا، یه سری چیزا از خودم یاد گرفتم. آقا مثلا اینطور بود که من یه قطعه‌ای رو میخواستم مثلا اوکی رکوردش کنم و منتشرش کنم توی اینستاگرام و میدیدم که اوکی ویدیو رو میدیدم نه تصویر اونقدر مورد پسندم نیست، دوباره صدا مورد پسندم نیست. هم این مسیر باعث شد که یه سری چیزا یاد بگیرم، مثل ادیت صدا، ادیت تصویر و اصلا کلا ناخودآگاه یه سری حرفه های دیگر هم یاد گرفتم انگار و خیلی نکات مثبتی هم داشت. و من به خودم میگفتم اوکی علاوه بر این چیزی که مثلا من الان این رو بلدم، چرا فقط مثلا توی یه گیتار ازش استفاده کنم؟ یعنی بیشتر اون مجموعه برای این ساختم که اوکی خودم رو محک بزنم توی ادیت و تصویرسازی و اینطور چیزا، ولی بازخورد خوبی داشت نسبت به ویدیوهای دیگم. به نظر تو راجبش چی بود و چیه؟ حتما بازخوردش از بقیه ویدیوها بیشتر بوده، درسته؟ آره. خب اینم باز میشه واسه دلایل خیلی زیاد. خب مثلا ساده ترینش اینه که تو اون سری ویدیوها تو راجع به چیز تخصصی صحبت نمی‌کنی یا مثلا گیتار رو به صورت تخصصی نمیزنی. شما وقتی مثلا به اون زبون حالا موسیقی خودت صحبت می‌کنی خیلی ها متوجه نمیشن، فقط اون کسایی که حالا با چیزی که میگی آشنان. واسه همین فقط یه عده معدودی که حالا میدونن چی میگی بهت واکنششون میدن. ولی خب زمانی که چیزی میگی که عامه پسند همه مردم میتونن درکش بکنن، میتونین انتظارش باشه که تعداد افراد خیلی بیشتری بهت واکنش نشون بدن. از این یه چیز منطقیه از این لحاظه که بخوایم نگاش کنیم. اوکی فهم چی میگی، ولی ناامید کننده از دیگه احساس می‌کنم. نه اگر دست خودم بود اینطور میذاشتم که اوکی آره واقعا امید کننده است. خب اینجوری بهش فکر بکن که اون کسایی که تو اینا رو براشون درست میکنی، از اون چیزای تخصصی که تو براشون درست میکنی تعدادشون خیلی کمه. پس سعی کن برای اون تعداد کم یه چیز خیلی خوب بسازی. ببین خداییش بخوام بگم این جدیدن یه چیز جدیدم از خود اینستاگرام یاد گرفتم، یعنی خواسته یا ناخواسته این رو من فهمیدم که این اعداد نباید برات مهم باشن. قبلا اینطور بودم که اوکی این پست اگر بیشتر از اینقدر آمار نخوره من دیگه همچین پستی رو نمیسازم، یا مثلا این پست اگر بیشتر از اینقدر نرفت بالا اوکی. ولی الان دیگه نه، خودش اینطور نیستم. این پیج که الان من این رو توش دارم آپلود میکنم و جدیدن یوتیوب زدم، بیشتر برام حالت یه دیسپلی داره که من کارام رو توش بذارم، اون دیدگاه هم رو ببینن بقیه، اون شناختی که باید رو ازم داشته باشن نسبت به هر چیزی که لازم میدونن. به نظرم این میتونه خیلی بهتر باشه. آره
موافقم باش. نظرت راجع به این پادکست چی بود؟ واسه اولین بار واسه شروع خیلی خوبه مثلا. به نظرت نفر بعدی کی میتونه باشه؟ مرتضی پشت دوربین نشسته. ولی تصمیم دارم یه همچین پادکست هایی را بندازم و استارت زدیم. از دوستای دیگه هم دعوت میشه که بیان و توی حالا چه توی اینستاگرام و چه توی یوتیوب هر جا آپلود خواهد شد و اینکه آره دیگه بزن بریم. خیلی ممنون که دعوت هم کردی، افتخاری بود که اولین مهمونت باشم. بیشتر هم دعوت میشی، خودتو گرم کن. اوکی، پیس اوت.